به نظرتون چرا آقا محمد خان میخواسته نوه خوندش که یه بچه بوده رو بکشه؟ داستان از این قراره که بعد مرگ برادر آقا محمد خان، بچه برادرش یعنی فتحعلی رو آقا محمد خان بزرگ میکنه. بزرگوارم رشد میکنه، ازدواج میکنه و بچه اولش میشه محمد علی میرزا، یعنی یه جورایی نوه خونده آقا محمد خان. راستی ممنون میشم اگه با لایک و سابسکرایب از این کانال حمایت کنین. محمد علی میرزا با اینکه بچه بود خیلی خشن و پرخاشگر بوده و گاهی رفتارهایی میکرد که همه ناراحت یا عصبانی میشدن. یه روزی آقا محمد خان یه شمشیر خوشگل به کمرش بسته بود و یهو نوه خوندش که چند سال بیشتر نداشت رو میبینه. برمیگرده به بچه میگه محمد علی میرزا عزیز دلم، اگه من این شمشیر رو بهت بدم باهاش چیکار میکنی؟ بچه هم جواب میده یه شمشیر نمیتونه 2 تا صاحب داشته باشه، پس اول از همه تو رو باهاش میکشم. آقا محمد خانم اینقدری از این حرف ناراحت و عصبی میشه که دستور میده همون لحظه و همونجا بچه رو بکشن، که البته با پادرمیونی زنای حرمسرا و بقیه بیخیال میشه.